5 تکنیک روانی که افراد فریبکار برای جلب اعتماد شما استفاده می کنند. گاهی خطرناکترین افراد آنهایی نیستند که از زمان ابتدا رفتار بدی دارند، بلکه کسانی که در اولین برخورد آنقدر دوست داشتنی به نظر می رسند که حتی برای یک لحظه هم به نیت واقعیشان شک نمی کنید. شاید برای همه ما پیش آمده باشد که با فردی آشنا شویم و احساس کنیم سال‌هاست او را می‌شناسیم. حرف‌هایش کاملا مطابق سلیقه ماست، رفتارش محترمانه است و مدام احساس خوبی به ما می‌دهد. اما آیا هر احساس خوبی نشانه یک رابطه سالم است؟ روانشناسان معتقدند افرادی که قصد سوء استفاده از دیگران را دارند، معمولا قبل از هر چیز اعتماد قربانی را به دست می‌آورند. آنها می‌دانند وقتی اعتماد شکل بگیرد، متقاعد کردن، کنترل کردن و حتی سوء استفاده کردن بسیار آسان‌تر خواهد شد. البته این به این معنا نیست که هر فرد مهربان یا خوش‌برخورد نیت بدی دارد. بسیاری از انسان‌ها صادق، دلسوز و قابل اعتماد هستند. هدف این ویدیو این است که یاد بگیریم چگونه میان رفتارهای طبیعی و رفتارهایی که میتوانند نشانه‌هایی از دستکاری باشند تفاوت قائل شویم. در ادامه با 5 تکنیک آشنا میشویم که برخی افراد برای جلب اعتماد دیگران از آن استفاده میکنند، نه برای اینکه خودمان از آنها استفاده کنیم، بلکه برای اینکه اگر روزی با چنین رفتارهای روبرو شدیم آگاهانه تر تصمیم بگیریم. تکنیک اول، ساختن یک تصویر بی‌نقص. بیشتر ما وقتی با فردی روبرو میشیم که مؤدب، مهربان و خوش‌برخورد است، با او احساس خوبی پیدا میکنیم. این کاملا طبیعی است. اما بعضی افراد تلاش میکنند تصویری بسازند که بیش از حد کامل و بدون نقص به نظر برسد. آنها همیشه دقیقاً همان حرفی را میزنند که دوست داری بشنوی. اگر از سفر خوشت میآید، ناگهان آنها هم عاشق سفر هستند. اگر از کتاب خواندن صحبت کنی، میگویند اتفاقاً آنها هم همان نویسنده را دوست دارند. اگر یک خاطره تلخ بگویی، طوری واکنش نشان میدهند که گویا دقیق همان تجربه را داشتند. در نگاه اول این شباهت ها شگفت انگیز به نظر می رسند، اما گاهی ممکن است بخشی از یک تلاش آگاهانه برای ایجاد احساس نزدیکی باشند. افراد فریبکار می دانند که انسان ها معمولاً به کسانی اعتماد می کنند که شبیه خودشان به نظر برسند. به همین دلیل ممکن است سعی کنند علایق، ارزش ها یا حتی عقاید خود را به شما هماهنگ نشان دهند، حتی اگر واقعاً چنین چیزی نباشد. به همین دلیل بهتر است اجازه دهید زمان شخصیت واقعی افراد را آشکار کند. اعتماد واقعی بر اساس رفتارهای پایدار شکل می‌گیرد، نه فقط شباهت‌های ظاهری یا حرف‌های دلنشین. در ادامه درباره یکی از خطرناکترین روش‌های جلب اعتماد صحبت می‌کنیم. روشی که باعث می‌شود فرد مقابل در مدت بسیار کوتاه احساس کند شما نزدیکترین و مهمترین فرد زندگی او هستید، در حالی که ممکن است هدف اصلی چیز دیگری باشد. یکی از خطرناکترین ویژگی‌های افراد فریبکار این است که عجله دارند، نه برای شناختن شما، بلکه برای اینکه هر چه زودتر جای خود را در زندگیتان باز کنند. در یک رابطه سالم، اعتماد به آرامی شکل می‌گیرد. انسان‌ها با گذشت زمان رفتارهای یکدیگر را می‌بینند، اشتباهات هم را می‌پذیرند و کم کم احساس امنیت می‌کنند. اما فردی که قصد سوء استفاده دارد معمولا نمی‌خواهد این مسیر طبیعی طی شود. تکنیک دوم، صمیمیت بیش از حد زود هنگام. فرض کنید با فرد تازه آشنا شده اید، هنوز چند روز بیشتر از آشنایی شما نگذشته، اما او مدام میگوید احساس میکنم سالهاست تو را میشناسم، یا میگوید هیچ کس تا حال مثل تو مرا نفهمیده است. شاید حتی شروع کند با تعریف کردن خصوصی ترین رازهای زندگیش تا شما هم احساس کنید باید همین کار را انجام دهید. در نگاه اول این رفتار ممکن است نشانه صداقت به نظر برسد، اما گاهی هدف آن شکستن مرزهای طبیعی رابطه است. وقتی یک نفر خیلی زود احساس نزدیکی ایجاد می کند،
احتمال دارد شما هم بدون اینکه متوجه شوید اطلاعات شخصی، احساسات یا نقاط ضعف خود را با او در میان بگذارید. بعدها همین اطلاعات می تواند علیه شما استفاده شود. نه همیشه، اما در برخی روابط ناسالم این اتفاق می افتد. بنابراین اگر احساس کردید رابطه با صورت غیر عادی در حال پیش رفتن است، بهتر است کمی مکث کنید و اجازه دهید زمان شخصیت واقعی طرف مقابل را نشان دهد. مانند جمله طلایی از دانشمند بزرگ به نام ذاکر آرمان که میگوید اعتماد واقعی محصول زمان است، نه احساسات لحظه‌ای. تکنیک سوم، قربانی نشان دادن خود. یکی دیگر از روش‌هایی که بعضی افراد برای جلب اعتماد استفاده می‌کنند این است که همیشه خودشان را قربانی معرفی می‌کنند. آنها ممکن است بگویند همه در حق من بدی کردند، هیچ کس مرا درک نمی‌کند، همه از من سوء استفاده کردند. طبیعی است که شنیدن چنین حرف‌های حس همدلی را برمی‌انگیزد. انسان‌ها ذاتاً دوست دارند به کسانی که آسیب دیدند کمک کنند. اما نکته مهم این است که آیا این فرد فقط درباره گذشته صحبت می‌کند یا همیشه در هر داستان خودش را کاملاً بی تقصیر نشان می‌دهد. اگر کسی در تمام روابط گذشته‌اش همه را مقصر بداند و هیچ مسئولیت برای رفتارهای خودش نپذیرد، بهتر است با دقت بیشتر او را بشناسید. افراد سالم می توانند درباره اشتباهات خود نیز صحبت کنند. آنها می دانند هیچ انسان کامل نیست. اما فردی که همیشه نقش قربانی را بازی می کند، ممکن است از احساس ترحم دیگران برای جلب اعتماد یا فرار از مسئولیت استفاده کند. در بخش سوم درباره یکی از هوشمندانه ترین تکنیک های افراد بیکار صحبت می کنیم. روشی که باعث می شود احساس کنید همیشه به آنها بدهکار هستید، حتی زمانی که هیچ تعهد نسبت به آنها ندارید. این بخش یکی از مهمترین قسمت های ویدیو خواهد بود. خب تا اینجا دیدیم که بعضی افراد با ساختن یک تصویر بی‌نقص، ایجاد صمیمیت زود هنگام یا بازی کردن نقش قربانی سعی می کنند اعتماد دیگران را به دست آورند. اما از اینجا به بعد وارد مرحله می شویم که بسیاری از افراد بدون اینکه متوجه شوند آرام آرام تحت تاثیر قرار می گیرند. تکنیک چهارم، ایجاد احساس بدهکاری. تقریبا همه ما دوست داریم خوبی دیگران را جبران کنیم. این یک ویژگی طبیعی و ارزشمند است، اما بعضی افراد از همین حس انسانی سوء استفاده می کنند. فرض کنید همکار جدید بدون اینکه از او چیزی بخواهید چند بار به شما کمک می کند، یا فردی که تازه با او آشنا شده اید برایتان هدیه می خرد یا لطف بزرگ در حقتان انجام می دهد. در ابتدا شاید تصور کنید با انسان بسیار مهربان روبرو هستید، اما چند هفته بعد همان فرد از شما درخواست می کند که با ارزش ها یا خواسته های شما سازگار نیست. وقتی مخالفت می کنید ناگهان می گوید یادت هست آن روز چقدر به تو کمک کردم؟ یا فکر نمی کردم بعد از تمام کارهایی که برایت انجام دادم جوابم این باشد. در این لحظه او دیگر درباره درخواستش صحبت نمی کند، بلکه تلاش می کند احساس بدهکاری را در شما زنده کند. کمک واقعی بدون انتظار پاداش انجام می شود، اما اگر کسی مدام خوبی هایش را یادآوری می کند تا شما را تحت فشار قرار دهد، بهتر است کمی محتاط تر باشید. رابطه سالم معامله نیست، احترام و کمک متقابل است. جمله طلایی از کتاب کوران روشنایی با نویسندگی یاسین بینوا. تکنیک پنجم، گفتن همان چیزی که دوست دارید بشنوید. انسان ها معمولاً جذب کسانی می شوند که باورها و علایقشان را تایید می کنند. افراد فریبکار این موضوع را به خوبی می دانند. به همین دلیل ممکن است همیشه با شما موافقت کنند. اگر از شخص ناراحت باشید بدون اینکه حقیقت را بدانند طرف شما را می گیرند. اگر درباره یک تصمیم تردید داشته باشید دقیقاً همان حرفی را می زنند
که باعث می شود احساس بهتر پیدا کنید. شاید در نگاه اول این رفتار نشانه حمایت باشد، اما اگر کسی هیچ وقت با شما مخالفت نکند، هیچ انتقادی نداشته باشد و همیشه دقیقاً همان چیزی را بگوید که دوست دارید بشنوید، بهتر است کمی بیشتر فکر کنید. دوستان واقعی همیشه فقط تایید نمی کنند. گاهی حقیقت را می گویند حتی اگر شنیدنش سخت باشد. اما فردی که فقط به دنبال جلب اعتماد است، معمولا حقیقت را فدای محبوب شدن می کند. به همین دلیل همیشه از خودتان بپرسید: آیا این شخص واقعا صادق است یا فقط می خواهد مرا راضی نگه دارد؟ یک نکته مهم: شناخت این تکنیک ها به این معنا نیست که هر کسی که رفتار مهربانانه یا صمیمی دارد قصد سوء استفاده دارد. گاهی افراد از روی شخصیت، فرهنگ یا تجربه های زندگی خود چنین رفتارهایی دارند و هیچ نیت بد پشت آن نیست. تفاوت اصلی در تکرار رفتارها، هدف آنها و نتیجه ای است که برای شما ایجاد می کنند. اگر بعد از مدت احساس کردید آرامش، استقلال یا اعتماد به نفستان کمتر شده است، وقت آن است که رابطه را با دقت بیشتر بررسی کنید. پایان بخش سوم. شاید بعد از شنیدن این 5 تکنیک با خودتان فکر کنید: پس یعنی نباید به هیچ کس اعتماد کنم؟ پاسخ قطعا نه است. اعتماد پایه هر رابطه سالم است. بدون اعتماد دوستی، همکاری یا حتی یک زندگی مشترک دوام نخواهد داشت. اما اعتماد باید به تدریج ساخته شود، نه اینکه در همان روزهای اول بدون شناخت کافی به کسی واگذار شود. افراد صادق از اینکه برای شناختشان زمان بگذارید ناراحت نمی شوند. آنها تلاش نمی کنند شما را تحت فشار قرار دهند یا مجبور کنند سریع تصمیم بگیرید. اما کسی که نیت خوبی ندارد معمولا از صبر کردن خوشش نمی آید. او می خواهد هر چیز زودتر به احساسات، تصمیم ها و اعتماد شما دسترسی پیدا کند. به همین دلیل همیشه به یک نکته مهم توجه کنید: به رفتار افراد بیشتر از حرفایشان نگاه کنید. همه می توانند وعده بدهند، همه می توانند خودشان را مهربان نشان دهند، اما این رفتارهای تکرار شونده هستند که شخصیت واقعی انسانها را آشکار می کنند. اگر کسی بارها به مرزهای شخصی شما احترام گذاشته، در زمانهای سخت کنار شما مانده و میان حرف و عملش هماهنگی وجود دارد، این نشانه از یک رابطه سالم است. اما اگر مدام احساس فشار، اضطراب، عذاب وجدان یا سردرگمی می کنید، شاید وقت آن رسیده باشد که از خودتان بپرسید: آیا این رابطه بر رشد من کمک می کند یا آرامش من را از من می گیرد؟ گاهی همین یک سوال می تواند از سالها پشیمانی جلوگیری کند. حالا یک جمع‌بندی کلی داشته می باشیم. امروز با 5 روش آشنا شدیم که بعضی افراد ممکن است برای جلب اعتماد دیگران از آن استفاده کنند. ساختن تصویر کاملا بی‌نقص از خود، ایجاد صمیمیت غیر طبیعی و عجله در نزدیک شدن، بازی کردن نقش قربانی در هر موقعیت، ایجاد احساس بدهکاری یا کمک‌ها یا هدیه‌های هدفمند، گفتن حرفایی که فقط دوست دارید بشنوید. یادتان باشد وجود یکی از این رفتارها به تنهایی به این معنا نیست که یک نفر حتما قصد سوء استفاده دارد. مهم این است که این رفتارها به شکل مداوم تکرار شوند و در نهایت باعث شوند احساس امنیت، آرامش یا استقلال خود را از دست بدهید. آگاهی قوی ترین ابزار برای محافظت از خود است. هرچی شناخت بیشتر از رفتارهای انسانی داشته باشیم، تصمیم‌های دقیق‌تر و رابطه‌های سالم‌تر خواهیم ساخت. اگر این ویدیو برایتان مفید بود، آن را با دوستان یا اعضای خانواده‌هایی که فکر می‌کنید به چنین آگاهی نیاز دارند به اشتراک بگذارید. در بخش دیدگاه برای من بنویسید: با نظر شما کدام یکی از این 5 تکنیک خطرناکتر است؟ آیا تا به حال با چنین رفتار روبرو شده اید؟ حتما نظرات شما را می‌خوانم. اگر به موضوعات روانشناسی، شناخت رفتار انسان‌ها و محافظت در برابر دستکاری روانی علاقه دارید،
کانال را دنبال کنید، چون در ویدیوهای بعدی با مثالهای واقعی و نکات کاربردی بیشتری در این زمینه همراه شما خواهیم بود. تا ویدیوی بعدی مراقب ذهن، احساسات و تصمیم‌هایتان باشید. خداوند یار و نگهدارتان.